زخم معده دارم، کبدم چربه، زخم معده، تنبلی معده، نفخ معده، حالت استفراغ، پراشتهایی، پرخوری، بوی بد دهان را با این یک نسخه درمان کنید. یک قاشق مرباخوری بارهنگ داخل یک لیوان عرق نعنا 10 دقیقه بجوشونید، یک قاشق عسل اضافه کنید، شب یه لیوان میل کنید، 40 روز تا 60 روز بیشتر. این نسخه درمان سرطان‌های گوارشی هم هست. سرطان معده، سرطان کلون، این هست. تنها کسانی که یبوست مزاج دارند به جای نعنای خالص نصف نعنا نصف گلاب میریزن. زخم معده‌ای باید درمان کردم که پروفسور فرانسوی میگفت زخمی در طول به این بزرگی در طول دوران طبابتم ندیده بودم.